اعلام گردیدن صنعتی‌کنی با سرعت مملکت همچون هدف چهارم استراتژی کشور تقاضا می‌نماید که مسئولین ساحه در همکاری با بخش خصوصی، صاحبکاران و استحصال کنندگان نقشه و برنامه‌های هدفمندانه تحریزی کرده رشد استحصالات را تامین نمایند. در این زمینه و عملی گشتن برنامه‌های رشد ساحه سال 2024 در ولایت ختلان حجم استحصال محصولات صنعتی به 12 میلیارد و 478.1 میلیون سومانی رسانیده شد که آن نسبت به همین دوره سال گذشته 903.1 میلیون سومانی زیاد بوده. سرعت افزایش باشد 110% را تشکیل می‌دهد. طبق اطلاع مسئولین سال گذشته در شهر و نویه‌های ولایت 89 کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی با تأسیس 776 جای کاری در سمت استحصال نخ پخته، روغن، گوشت مرغ، آرد، مکران، نمک آشی، محصولات قنادی، شیره، دوزندگی، پلاستیکای فیزیلی، خشت‌های پخته، سمنتی، متال‌های قیمت‌بها، شیفرهای ازبستی و تنوکگی، مایع ظرفشویی، شیشه ساختمانی و دیگر نامگوی محصولات واردات عوض کننده به صادرات نگرانیده شده به استفاده داده شده است. در سال 2024 در ساحه صنعتی ولایت دستاوردها نظررس بودند، چون که در دوام سال صنعتچیان ولایت در دوره دستور سپارش‌هایی که اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیامشان و در جنبستی جلسه سال 2023 و وظیفه برای سال 2024 داده بودند، صنعتچیان ولایت در ساحه‌های گوناگون ساحه صنعت کارها به راه مانده شد و در جنبستی سال استحصال مجموعی محصولات صنعتی در ولایت به 12.4 میلیارد سومانی رسانیده شد و این در مجموع 110% را تشکیل داد که این نظررس است. این نتیجه ها در سالهای صاحب استقلالی مملکت ساحه صنعت در ولایت ختلان رشد کرده سال از سال نامگوی استحصال محصولات زیاد کرده می شود. مورد ذکر است که در ولایت ختلان عین زمان 828 کارخانه های صنعتی فعالیت داشته در آنها 185 نامگوی محصولات استحصال کرده می شود. در چند سال اخیر حجم صادرات محصولات نیز زیاد گردیده سال 2024 از ولایت به مبلغ 159 میلیون و 520 هزار دلار محصولات صنعتی از جمله به مبلغ 106.6 میلیون دلار نخ پخته، به مبلغ 21 میلیون دلار کلابه رشته، به مبلغ 19.3 میلیون دلار سمنت، به مبلغ 16.1 میلیون دلار نمک آشی و دیگر نامگوی محصولات به خارج مملکت صادرات کرده شده است. قید کردن ضرور است که در سال سپری گرده به مبلغ 248.8 میلیون دلار محصولات هم ساحه صنعت هم ساحه کشاورزی صادرات کرده شد. از ساحه صنعت پیش از همه در حجم زیاد سمنت 388 هزار تن صادرات کرده شد. این چنین 9.5 هزار تن متا صادرات کرده شد. این چنین 61.9 قریب 62 هزار تن نخ پخته صادرات کرده شد. 8.5 هزار تن کلابه رسندگی صادرات کرده شد. قریب 3 هزار تن کربامید صادرات کرده شد. این چنین قریب 800 هزار دانه گچکردان یا اینکه همسترونگ به خارج کشور کارخانه‌های صنعتی ولایت صادرات نموده. البته کارخانه‌های صنعتی ما نیز تجربه خوب در این طول فعالیتشون به دست آوردن و اینچنین در برابر تجربه گرفته شده تکنولوژی‌های که سالهای پیش استفاده می‌بردن، البته با وارد نمودن تکنولوژی نو دست زده ایستادند که این البته با صفت و حجم محصولاتی که استحصال کرده می شود تاثیر مثبت خود را می رساند و آن محصولاتی که با تکنولوژی نو با نظر نو استحصال کرده می شود و بازار خود را در بازارهای استانبولی البته می یابد. بهر استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در شهر و نویه‌های ولایت ختلان بنیاد بیش از 6000 انشاءات گوناگون تعینات نقشه‌گذاری شده است که ده‌ها عدد آن را کارخانه‌های نوی صنعتی تشکیل می‌دهند. از جانب مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت برای تأمین فعالیت ثمرانوکی کارخانه‌های صنعتی تدبیرهای عملی راه‌اندازی کرده شده است. طبق تحلیل و خلاصه متخصصان در ولایت ختلان شرایط و امکانات مساعد بهر رشد ساحه صنعت خیلی زیاد است و استفاده مقصدناک آن عامل مهم تقویت اقتصادی ملی می‌گردد. در مجموع محصولات صنعتی ولایت سهم ساحه صنعت 60.4% را تشکیل داده، 39.1%
دیگری اون رو استحصال برق تشکیل میکند، استحصال و خدمت رسانی برق تشکیل میکند و 0.5% دیگر رو اوید به خدمت رسانی آب راست میآید که در این سمت نیز پیشروی ها هست و من فکر میکنم که آهسته آهسته سال به سال صنعت ولایت از اون محصولات های خامی که در ولایت هستند استفاده برده شده ایستاده است و در این سمت پیشروی ها به نظر می رسد. айни замон дар шаҳри бухтар 58 корхонаву коргоҳҳои истеҳсолию саноатӣ фаъолият дошта баҳри мунтазам таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти зарурӣ нақши муҳим доранд. таъкид кардан ба маврид аст ки маҳсулоти омоданамудаи корхонаҳои саноатии шаҳр аз ҷиҳати сифат бартарӣ дошта маҳсулоти сесолнамудаи худро ба соҳибкорони ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ва берун аз он пешниҳод менамоянд. таъмини раванди саноаткунонии босуръати кишвар аз ҷумла барқарор намудани иқтидорҳои мавҷуда бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ ва дарёфти роҳҳои муосири рушди саноат метавонад асосан дар таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмини талаботи бозори ватанӣ бо молу маҳсулоти хушсифат ва баланд гардидани ҳаҷми содирот ба хориҷи кишвар мусоидат намояд. дар корхонаи мо 17 нафар коргар кор фаъолият мекунад. сари вақт маоши худро мо дастат намуда истодаем. маҳсулоти тайёрнамудаи мо асосан дар вилояти хатлон содирот карда шуда истодааст. нақша дорем ки дар оянда ҳам маҳсулоти тайёр худро ба ҷумҳурии шаҳри душанбе ва ноҳияи тобии ҷумҳурӣ содирот кардан ист. طبق اطلاع مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، صنعتیان شهر بختر مجموع استحصال محصولات صنعتی خود را نزدیک به 400 میلیون سومونی رسانیده، افزایش آن به 110% برابر شده است. فضای آزاد سرمایه‌گذاری، همکاری‌های متقابلا سودمند با شریکان رشد و شرایط و امتیازهای پیش‌بینی نموده حکومت جمهوری تاجیکستان امکانیت فراهم آورده است که صاحبکاران وطنی کارخانه‌های صنعتی بنیاد نموده استحصال محصولات خودی را بیشتر براهمانند. طبق تحلیل و پیشنهاد متخصصان ساحه در شهر بختر برای بنیاد باز صدها کارگاه و کارخانه‌های صنعتی مخصوصا در سمت کارکرد محصولات کشاورزی شرایط و امکانات لازمه فراهم میباشد. در همه شهر نوعی که امروز در ولایت موجود هستند، در همه اونها کارخانه‌های صنعتی وابسته به اشیاء خام موجوده و اشیاء خام وارد شونده محصولات‌های گوناگون صنعتی استحصال کرده می شود. 16% مجموع محصولات صنعتی ولایت در ناحیه یاوان تولید می شود. این چنین ناحیه دنغره در ساحه صنعت پیشرفت بوده. 24% مجموع محصولات صنعتی در ناحیه دنغره استحصال می شود. این چنین در مجموع محصولات صنعتی در ناحیه کشانیان، در شهر کلوب، در شهر بختر محصولات‌های گوناگون صنعتی استحصال میشن و در اینجا کارخانه‌های صنعتی بیشتر ساخته و استفاده داده شده است و در برابر این اون محصولاتی که در این ناحیه‌ها استحصال کرده می شود در برابر تامین نمودن بازار داخلی کشور، این چنین صادرات این نمود محصولات‌ها به خارج کشور به راه مانده شده است. در دایره چاره‌های عملی گردیده از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان وابسته به افزون گردیدن حجم استحصال مجموع محصولات صنعتی نتیجه‌ها تا رفع افزایش می‌یابند. زیاد گردیدن کارخانه‌های صنعتی و تأسیس جای‌های نوی کاری به بالاروی سطح اقتصادیات و نیکوحالی مردم زمینه مساعد را فراهم آورده ایستاده است. در سال 2025 در دایره نقشه چاره‌بینی‌های 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان علاقه ما در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه با راهبران کارخانه‌هایی که ساخته و استفاده دادن آنها رو به نقشه گرفتن، امروز 92 عدد کارگاه و کارخانه‌های صنعتی در سال 2025 به نقشه گرفته شده است. من فکر میکنم که این کارخانه‌ها در مولدهای معین گردیده ساخته به استفاده داده میشوند و این البته پیش از همه با تامین نمودن جایهای نوی کاری امکانیت میدهد. ساکنان ولایت ختلان این همه دستاوردهای روزافزون را ثمره پایداری استقلالیت دولتی و تامین فضای آرام و آسایشته مملکت دانسته بهر باز هم نائل شدن به کامیابی‌های بیشتر با جانبداری از سیاست پیشگرفته حکومت کشور بهر باز هم نائل شدن به کامیابی‌های بیشتر با جانبداری از سیاست پیشگرفته حکومت کشور فعالیت ثمره بخش دارند.
худойдоди раҷаб, абдурозиқи раҳмон, улуғбеки карим барои барномаи иттилоотию таҳлилии ҷанбастии 7 рӯзи хатлон.